بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. چرا خارج نمی شوند از هر گروهی، از هر طایفه‌ای، از هر دسته‌ای برای اینکه تفقه کنند، علم رو فرا بگیرند، به قبیله خودشون، به دسته خودشون، به گروه خودشون برگردند، این علمی رو که کسب کردند به اونها ابلاغ کنند، شاید مردم با شنیدن آنچه که این فرد فرا گرفته است بترسند. تفقه و فراگیری علم یک امر الهیه. در این آیه شریفه نفر خدا میگه چرا نمیرن گروهی، یعنی باید برن علم رو فرا بگیرند، عالم بشند، معارف الهی رو کسب کنند و وقتی کسب کردند اون رو به دیگران ابلاغ کنند، بگن حساب هست، کتاب هست، قیامت هست، جواب هست، سؤال هست، دنیای فناست، بقا ندارد، پایان می‌یابد، بقای جاودان و اخروی غیر از این دنیاست، دنیایی ماورای این دنیاست. حواستون باشه، باید جواب بدید. کیا به این ندای الهی لبیک میگویند؟ طلابی که به ندای الهی لبیک میگویند و در این راه گام برمی‌دارند. پس اگر سوال شد طالب علم چرا در این راه قرار میگیرد، جوابش این است که من به ندای الله پاسخ گفتم. لبیک لبیک، من هستم که این تفقه رو در دین کسب کنم و فرا بگیرم. کلام ما این است بلکه بتوانم خدمت کنم، یعنی بلکه بتوانم مبلغ خوبی برای دین باشم. یه نکته اینجا خیلی مهمه. بعضی ها این علم رو کسب میکنن، علم رو فرا میگیرن، اما در ادامه راه موفق نمیشن. این که میگن طلبه باید خیلی مواظب باشه، خیلی مراقب باشه تو حرکات و سکناتش، به خاطر این نکته است که فقط درس نیست، در کنار درس باید یک چیز دیگری باشد که انسان رو در ادامه راه موفق کنه. اون چیه؟ اخلاص. چرا خدا میفرماید انما یخشی الله من عباده العلماء؟ چه کسانی از خدا ترس دارند؟
چه کسانی از عاقبت کار میترسن؟ میگه علما. چرا؟ چون باید علمی باشد که انسان رو بسازد و انسان وقتی ساخته شد از خدا میترسد. خدا کند نباشد کسی اینطوری، ولی گاهی وقتا مشاهده میشه، کنار شخصی میشینی میبینی که غیبت میکند، صحبت کسی دیگر رو میکنه، طالب علمم هست، خیلی به مسائل شرعی اهمیت نمیده. اینا اونایی نیستن که یخشی الله، از خدا بترسن. طالب علم از اون ابتدای راه که شروع میکند به درس خواندن باید اخلاص خودشو به خدا نشون بده، نشان بدهد که برای خدا درس میخواند. خدا سوال میکنه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا اینایی که میدونن با اینایی که نمیدونن یکی هن؟ یعنی علم نقش مهمی داره تو سعادت بشری، خصوصا برای طلاب. گاهی وقتا انسان در این راه گام بر می دارد، بعد به خودش میگه ببینیم بعداً چی میشه. اون علم نیست، علم کامل نیست که در حال فراگیری هستی. از اون ابتدا باید گامی رو که بر می داری گام مشخص باشه، برای خدا باشه. از اون ابتدا که گام بر می داری باید راهت مشخص باشه، یعنی خدایا من این راه رو انتخاب میکنم، این راه رو میروم تا رضای تو در اون باشه. والله امروز آمدم درس، دیروزم آمدم درس، پریروزم درس بودم، اما هدفم مشخص نیست، هنوز معلوم نیست میخوام چی کار کنم. چرا درس رو شروع کردم؟ لیتفقهوا فی الدین فلینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. یعنی غایت باید معلوم باشه که خدایا من که میام علم رو فرا میگیرم، هدفم اینه که ابلاغ دین کنم. بعد یه اثر داره این حرف، این نجوای با خدا، گفتگوی با خدا یه اثر داره. اثرش اینه که خدا ابواب رحمت و نورانیت رو برای انسان باز میکنه. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خدا مقام رو میبره بالا. کیا؟ یرفع الله الذین آمنوا منکم، اینا که ایمان بیارن خدا مقامشون رو بالا میبره. اینا که خالصانه به خدا ایمان میارن. دیگه کیا؟ والذین اوتوا العلم، کسایی که دنبال علم میرن، کسایی کسب دانش میکنن، خدا چی میده؟ درجات، مرتبه بهشون میده. یعنی انسان رسد به جایی به جز خدا نبیند کس دیگر، به جایی میرسد که خدا رو، غیر از خدا کسی رو نمیبینه. خب این موفقیت در درس، موفقیت در درس و این راهی رو که انتخاب کردین با چی محقق میشه؟ من چه کنم که با جدیت درس بخونم و واقعا وقتی درس رو شروع کردم لذت درس خواندن رو ببرم؟ ببینید دوستان، انسان یک روزی باید تمام اعمالش و جوابش رو بده. هر نگاه، هر گام، من به خودم میگم، جسارت نمی کنم محضر شما، تمام گام هامون رو باید جواب بدیم. طلبه جوان باید همراه با درسش این ملکه رو در خودش ایجاد کند که پاسخگوی تمام اعمال خودش باشه.
یعنی حس کند یک روزی باید پاسخگو باشد. لذا یاد قبر میفته، یاد قیامت میفته، چیزهایی که انسان رو از پیشرفت معنوی باز میداره میذاره کنار و یه روزی میرسد که خودش لذت میبره از زندگی و دیگران این دنیا و آخرت رو، سعادت در دنیا و آخرت رو در صورتش میبینن. عالم که شدی، برای خدا که گام برداشتی، خدا کلیدا رو میده دست تو. مرحوم سید محمد فشارکی از علمای بزرگ، از اقطاب تشیع و ارکان تشیع در سامرا بودن. وبا آمد در سامرا. سامرا یه شهری بوده مرکب از سنی و شیعه. شیعیان و سنی ها به زمین می افتادن، از مرض وبا از دنیا می رفتن. یه روزی این عالم آمد، خدا کلید رو دستت میده، نجات امت رو دستت میده، سعادت مردم رو دستت میده. آمد گفت مردم، من مرجع شما هستم، من خادم شما. گفتن بلا، شما سرور مایید، شما مرجع مایید. گفت اگر من چیزی رو بگویم گوش میدهید؟ گفتن این حرفا چی آقا جون؟ شما هم بفرمایید. فرمود زیارت عاشورا بخوانید تا خداوند متعال این بلا را از شما دفع کنه. شیعیان شروع کردن به خواندن زیارت عاشورا. وبا از شیعیان قطع شد به برکت زمزمه زیارت عاشورا. عام اهل سنت دیدن شیعیان کسی دیگر به زمین نمی افتد، اما خودشون هر روز چند تا تلفات میدن. اومدن گفتن شیعه ها چه کردید؟ چه کار کردید خدا این بلا رو از شما دفع کرد؟ گفتن ما توسل کردیم به سید الشهدا، اون کسی که هر چه داشت در راه خدا داد. یعنی چی؟ یعنی طلبه عزیز، طلبه جوان، تو این تحصیلت، تو این ایامی که مشغول تحصیلی، باید چنگ بزنی به ریسمان اهل بیت. خیلی معذرت میخوام، شب تو حجره که میشه به جای اینکه شروع به مطالعه درس کنیم، شروع کنیم فلانی بوده در واقعه کربلا یا نبوده. میگن نبوده. فلان زیارت درسته یا زیارت درست نیست. عزیز من، از تو خیلی بالاتر آدم بوده که این حرفا رو باید میزده. این حرف رو باید شیخ مفید میزد. این حرف رو باید مقدس اردبیلی میزد. این حرف رو باید ابن طاووس بزند، شیخ صدوق بزنه. من و تو کی هستی؟ اثر این صحبت ها فقط انسان نورانیتش از بین میره، میشه من جند شیطان، خدا نکنن. و این زمین و زمان شاهد بر این امره. این رو بدونید، اگر طلبه این مسائلی که علمای بزرگ تثبیتش کردن بخواد به هر حرکتی اونها رو تضعیف کنه، خدا اون نورانیت رو ازش میگیره. شب و روزم تلاش کنه درس بخونه، در آینده هیچی نمیشه. خدا وعده داده است من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک به طریقا من طرق الجنه. میگه هر کسی که راهی رو، گامی رو بردارد برای علم، خداوند متعال یه راهی رو براش قرار میده به سوی بهشت. شما برای چی درس میخونید؟ برای چی تلاش میکنید؟
برای چی شب و روز خودتون رو تو زحمت انداختید، از خانواده دور شدید آمدید اینجا؟ مگر نه این است که آخرت جاویدان کنید؟ مگر نه این است که سعادت داشته باشید در آخرت در کنار اهل بیت باشید؟ وعده الهی این است من سلک طریقا الی العلم، یعنی به سوی علم را گام برداره، بره به طرف علم. خب این علم نباید آلوده باشه، این علم نباید به طریقی باشد که معدای به شیطان بشود، چون شیطان قسم خورد لأغوینهم اجمعین، همه رو گول میزنم. اتفاقا نسبت به طالب علم این عزم و جزم شیطان بیشتره. یک کسی شنیده بود که بت درست کردن، بیل و کلنگشو برداشت، گفت من طالب علمم، کسی حق نداره بت بپرسته، من حافظ دینم. کلنگو برداشت راه افتاد، تو راه شیطان ظاهر شد، بهش گفت کجا داری میری؟ گفت نمیدانم کی بت ساخته مردم رو به بت پرستی دعوت کرده، میخوام برم بتا رو خراب کنم. گفت چرا بت رو خراب میکنی؟ گفت میخوام برم خراب کنم. با هم درگیر شدن. این آقای عالم زاهد عابد نشست رو سینه شیطان. شیطان بهش گفت بیا معامله بکنیم، تو مگه نمیخوای بدین خدمت کنی؟ من روزی 2 درهم به تو میدم، تو اینو صرف دین کن، این مردمی که بالای اون قله دارن بت میپرستن رو ارشاد کن، تبلیغ کن، بفهمونشون چه فایده دارد بت‌ها رو خراب کنی. دید حرف خوبیه، بعد بلند شد، هر روز 2 دینار میفرستاد شیطان براش. روز 5 2 دینار رو نفرستاد. ای عابده منتظر شد، زاهده منتظر شد، 2 دینار نیامد. فردا پس اون فردا بیلو برداشت، کلنگو برداشت، راه افتاد. شیطان ظاهر شد، گفت کجا داری میری؟ گفت تو اون 2 درهم 2 درهمی که قول بهم داده بودی ندادی، میرم بتا رو خراب کنم. با هم درگیر شدن. شیطان نشست رو سینه‌اش. شیطان اون دفعه من نشستم رو سینه‌ات. گفت به خاطر این که اون دفعه که رفتی برای خدا رفتی، این دفعه برای 2 دینار داری میخوای میجنگی. حالا شما اون کلنگ و بیل رو چجوری هم دارید میکنید تو درس؟ فرمود کسی که در راه علم گام بردارد راهی رو خدا قرار میدهد برای او برای بهشت. بعد میدونی آخوند چی میشه؟ آخوند که کمال داشت، آخوند که معنویت داشت و علم داشت، چون اول علمه، تقوای هم با علم، چون اگه طلب بی سواد شد به هیچ دردی نمیخوره. باید فاضل و عالم باشی، به تمام اون چه که در اون سال باید فرا بگیره خوب آگاهی پیدا کنی. سلطان محمد خدابنده تو اصفهان بود، سنی بود، زنشو طلاق داد، طلاق 3 طلاقه. سنی‌ها میگن اگر کسی در یک مجلسی زن خودش رو 3 طلاق کنه طلاقش درسته، اما ما اینو قبول نمی کنیم، میگیم توی مجلس نمیشه طلاق داد. علمای سنی ها رو جمع کرد، همه که جمع شدن بهشون گفت که من زنم رو اشتباه کردم، 3 طلاقه دادم. میدانید کسی که زنش رو 3 طلاقه میدهد باید محلل ایجاد کند. انشالله بعد تو لمعه میخوانید و فرا میگیرید، یا اینایی که خوندن. من زنم رو 3 طلاقه دادم و نمیخوام کسی
واسطه بشد برای اینکه محلل باشد برای اینکه زنم دوباره بر من برگرده. سنی‌ها گفتن راه نداره، علما همینه، حکم الله. یکی از وزرا بهش گفت خدا بنده یه آدمی هست رافضیه در حله، این نظرش با بقیه فرق میکنه. نامه‌ای نوشت. سلطان محمد خدابنده علامه حلی، از حله تشریف بیارید اصفهان، ما چند روزی در خدمت شما باشیم. مسئله عویسه است، مسئله است رخ داده، علمای ما نتونستن حل کنن. ببینید علم و عالم، ببینید لذت علم، کجاست این علم و عالم و این لذت ها کجاست؟ الان وارد شد، کفشاشو گذاشت زیر بغلش، رفت نشست بغل سلطان خدابنده. بلند شد یه نفر گفت که دیدی گفتم خدابنده این رافضی ها خیلی کمال ندارن، اولا به تو تعظیم نکرد، ثانیا کفشاشو گذاشت زیر بغلش اومد تو، ثالثا بغل تو نشست. سلطان گفت که از خودش بپرسی، خودش که اینجا حاضره. گفت که اولا ما مأموریم سلام کنیم، سلام کردم. ما فقط به خدا تعظیم میکنیم، به غیر از خدا برای کسی تعظیم نمی کنیم. اما آی خداوند بغل تو نشستم کنار شما، چون پیامبر فرمود وارد مجلس شدید هر جا خالی بود همونجا بشینید، پیش تو خالی بود من نشستم. اما کفشامو چرا زیر بغلم گذاشتم؟ ببین عالم اگه عالم بود دانا بود چه میکنن؟ کفشامو زیر بغلم گذاشتم چون ترسیدم این حنفیا مثل امام حنفیه که کفشای پیامبر رو دزدید بدزدن. حنفیا بلند شدن، آقا این چه میگوید؟ امام حنفی که نبود زمان پیامبر کفشای پیامبر رو بدزده. آیا علامه حلی فوری گفت قصدم مالکیا بود، چون هم مالکی بود، هم حنفی، هم حنفلی، هم شافعی در مجلس. مالکیا بلند شدن گفتن چرا افترا میبندی؟ پیامبر که نبوده. گفت شافعیا بلند شدن. بعد اشاره کرد به حنبلیا بلند شدن گفتن امام حنبل که نبوده. گفت شاه، ببین علامه حلی رو، گفت شاه محمد خدابنده حکمی رو که من میگویم از کسی است که شب و روز کنار پیامبر بود، نفس پیامبر بود. این طلاقی که اینا دادن، این طلاقی که تو دادی باطله. دو کلمه چی گفت؟ بلند شد محمد خدابنده سلطان گفت دین حق اینه که این آخوند حمل میکنه، این رافضی، این کسی که قبل از آمدنش شما همش بد میگفتین، این دین کامله. گفت من از امروز شیعه اثنا عشریه، هر کس میخواد از من تبعیت کند. ایمان آوردن، یک شهر رو متحول کرد عالم. قیمت علم اینه. کسی که در راه علم گام برمی‌دارد قیمتش اینه که اگر عالم شدی، فاضل شدی، فرمود اگر خدا خیر رو بر کسی بخواد، من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین، اگر خدا بخواد کسی رو بهش خیر برسونه فقیهش میکنه. یعنی فقیه انتخاب شده خداست، کسی است که خداوند متعال او رو انتخاب میکنه و این علم رو در سینش قرار میده. مگر ما شب و روز دنبال کسب محبت خدا نیستیم؟ مگه دنبال این نیستیم که بگیم خدایا ما رو دوست داشته باش؟ الا ان الله
یحب بغاة العلم. بغاة العلم، کسی که بیش از حد کاری رو میخواد انجام بشه بهش میگن بغی. بغاة العلم یعنی کسایی که بیش از حد دنبال علمن. صبح میره حجره میبینید کتاب جلوشه، ظهر میره حجره میبینی به فلافسال بعد از نماز کتاباشو باز کرده، بعد از ظهر میری پیشش میبینی که مطالعه میکنه، شب ساعت 9، 9:30، 10 میخوابه که از اون طرف زود بلند شه. اینا کار علما بوده که موفق شدن تو کار. لذا فرمود همت بلند دار مردان روزگار، ز همت به جای رسیده اند. یک مسئله دیگری که خیلی مهمه و اشاره به اون می شود، مسئله که اینه که ارزش علم چقدره. ما باید ارزش علم رو بدانیم که ارزش علم چقدره. فرمود من طلب العلم، کسی که دنبال علم بره، کسی که دنبال کسب علم بره، لله، برای خدام کسب علم کنه، فهو کالصائم نهارهی و القائم لیله، مثل کسی است که روزه است، شبم همش در حال عبادته. این شخصی است که در حال علمه. بعد چه فرمود؟ فرمود و ان بابا من العلم یتعلمه الرجل خیر له ابو قبیس ذهبا فانفقه فی سبیل الله. میگه یه باب علم رو کسب کنه، ارزشش و مقامش بیشتر از اون کوه ابو قبیس، کوهی که مشرف بر کعبه مشرف است. اگه تلاش کنن در راه خدا او رو بدهد، در راه خدا او رو انفاق کنه، این مرتبه علمه. پس این که ما دنبال تفقه هستیم، دنبال علم هستیم، باید بدانیم علم جایگاهش چیه که دنبال اون باشیم. هم خدا دوست دارد کسی که دنبال علم است، هم یه راهی رو برای بهش قرارش میده، هم ثواب بهش میده و مقام بهش میده. عالم خوب، عالم مؤمن، متدین، خداوند متعال محبتش رو تو دل مردم بیندازه. این قبوری که تو حرماست، حرم امیرالمؤمنین علیه السلام تشریف برید، قبور علماست. کربلا میرید، قبور علماست. کاظمین میرید، قبور علماست. سامرا میرید، اشاره به قبور علما میکنه. مشهد تشریف برید، قبور علماش معمور است. قم میایید، قبور علما معمور است. مردم فاتحه میخونن. مگه اینا تو دنیا چی کردن که هم دنیاشون آباده هم آخرتشون؟ چقدر ما آرزو داریم هم یک کسی از اینهایی باشیم که مردم همیشه ما رو یاد کنن، برای ما فاتحه بخونن، به خدا میشیم. خدا وعده داده ولی شرط داره. همون شرط پیمان درست با خداست، پیوند درست با خداست که امیدوارم خداوند متعال به من و شما توفیق بده که بتونیم واقعا سرباز واقعی امام زمان باشیم. اون بنده‌ای باشیم که خدا دوست داره، اون بنده‌ای باشیم که خدا انتخاب کرده است برای تفقه در دین. خب یکی از مسائل که برای طلب خیلی مهمه توسل به اهل بیت. چقدر طلبه ها بودن، خدا این مرتبه خوب رو بهشون داد، عالم شدن به واسطه همین توسلشون، به واسطه همین تمسکشون به حبل اهل بیت. لذا فرمود کسی که برای جدم گریه کند روز قیامت کور از دنیا نمیره. یا فرمود یخط الذنوب العظام، یا فرمود خانش پیش پیامبره، یا فرمود هرچه گناهاش زیاد باشد خدا او رو میبخشد.
من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به خانه گاهی به کوچه میزد. گردیده بود قنفذ همدست با مغیره، او با غلاف شمشیر او تازیانه میزد. مگه یه زن چقدر طاقت داره، چقدر تحمل میکنه؟ زینب همین منظره رو دیده، یه منظره دیگه هم دیده. و شمر جالس علی صدر، بمیرم. بعضی از مقاتل می نویسن بر سینه سید الشهدا نشست، 12 ضربه به سید الشهدا وارد کرد. الا لعنت الله.